قصه عمر خالق ششتایی ها هم به سر رسید. دوستان سلام و عرض ادب دارم و متاسفم از اینکه اعلام کنم 2.5 سال از مرگ آلن راجرز گذشته، اما جامعه فوتبال ایران هنوز از این اتفاق تلخ آگاهی نداره. آلن راجرز مربی انگلیسی که سال 48 به تیم پیکان اومد و با پیکان قهرمان تهران و جام دوستی شد، متاسفانه روز 3 شهریور سال 1401 به رحمت خدا رفت. آلن راجرز با پرسپولیس، خالق اون حماسه معروف 16 شهریور سال 1352 بود، نتیجه 6-0 تاریخی، و البته خالق یک نتیجه فوق‌العاده دیگه هم بود، 4-1 پرسپولیس برابر تاج در روز 15 بهمن 1350. خلاصه این که در همون ماهی که آلن راجرز ششتایی ها رو برای تاریخ فوتبال ایران ثبت کرد، دیده از جهان فرو بست و ما در واقع فقدان این عزیز دوست داشتنی رو تسلیت میگیم به شما و امیدوارم که همیشه روح این بزرگمرد در آرامش باشه.